هیچ وقت نترس از چیزی که مردم راجعت فکر میکنن. میدونی حرف مردم نباید برات مهم باشه، حرفشونو حواله کن به تخمت. همون کاری که من کردم. من همه جور دردو دیدم، از خانواده خودم طلاق دیدم. آره بابام فروشنده بود، من کیلویی مواد دیدم. نیست تو شهر من انسانیت، پس تو هم دیگه حرفی از اسلام نزن. خانوادم به محبت نکرد، آره من از عقده پرم. نداشتم یه همدم خوب ولی از محبت جندا پرم. تو که از زندگیم خبر نداری پس کمتر گو بخور درباره من. دیدی تو فقط منو از بیرون، هیچ موقع نفهمیدی درد تو مو. بابام جلوم دست بهم میخورد، فدا چشم میریخت پشت میله های زندون. شب که میشد امنیت نبود، احتمال حمله بهمون. محلمون دیگه هم نبود، من بزرگ شده تو پاسگاه شهرمون. هر چقدر وحشی شدیم، گوشت رو خوردیم، استخون رو دور نریختیم. ما هی دود گرفتیم، جون گرفتیم، با یه ملت خوب گرفتیم. من خیلی بدتر از اینی که هستم باید میشدم، ولی خودم نخواستم که بشم. چه انتظاری داری از یه بچه که وسط فروشنده و کشنده بزرگ شده؟ چه انتظار محبتی داری از یکی که همه زندگیشو تو جنگ اعصاب، تو دعوا درگیری، تو دادگاه پاسگاه بوده؟ دعوا درگیری، جنگ اعصاب. بابام جلوم میکشید بعد میگو واسه درس عبرت میشه. عبرت چیه؟ درس مصرف اینه. 16 سالم نبود که اومد سیگار رو لبم با رفیقام، هر روی بطری عرق یا نیمچه به کمر تو خیابونا ولو. همش میخوردیم با هم تلو، ما همون بچه های پاک و معصوم بودیم که همش گیر میدادم بهمون. اما الان غرق به گناه، به اصطلاح این مؤمنا. به زور میگه خدا رو شکر، فشار بالا آخرش هم میده خدا رو فوش. رحم نمیکنه حتی به زن بچه‌ش، مثلا زیاد شده بدجوری زد به کلش. میخواد چون همه آشناها رو بگیره ولی واسه غریبه ها کل دارایی رو میده. خیلی چیزا رو دیدم ولی برو خودم نیاوردم. فقط هر رو با قدرت بیشتر داد زدم، گفتم بکیرم. هر رو حرفای تکراری، دم ظهر نمازای اجباری. میخواستم منو به راه راست داد کنم ولی رفتم بینشون. راه راست واسه همه کش کردم، این دفعه که بخوام برگردن تا برسن چقدر مقاله رو فتح کردم. ولش کن نمیخوام بیشتر بگم، دوست ندارم که کشش بدم. صاحب کلیسا منم، کشیشام همه رفیقای منم. چی نکنه بسیجی ها تو فقط آدمن.